سوره مبارک یاسین که سوره 36 قرآن عظیم الشان است، در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 83 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. یاسین، قسم به قرآن صاحب حکمت، تو واقعا از پیامبرانی براه راست. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. این کتاب فرو فرستاده صاحب قدرت منی و مهربان است تا قومی را بیم دهی که پدران ایشان بیم داده نشده اند، پس ایشان غافل مانده اند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بیگمان حکم عذاب بر بیشتر ایشان ثابت شده است که ایشان ایمان نمی آرند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما به گردنشان طوق انداختیم که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور و بر خود دیده نمی توانند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در پیش رویشان سدی و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و روی ایشان را پوشاندیم که هیچ چیزی را نمی بینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. به ایشان هر دو حالت یکسان است، چی آنها را بترسانی و چی نترسانی ایشان ایمان نمیارند. إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. واقعا تو کسی را به گونه مؤثر بیم میدهی که پند را به کار بندد و از خداوند رحمان غایبانه بترسد، پس چنین کسی را به آمرزش و مزد گرامی مژدگانی بده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بیگمان این ما هستیم که مرده را زنده میگردانیم و اعمال را که از خود پیشتر فرستاده اند و نیز آثاری را که به عقب خود گذاشته اند، همه آن را در کتاب روشن احصایه گرفته ایم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. برایشان اهل قریه را مثال بزن چون در آن پیامبران آمدند. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که در اول به ایشان دو تن را فرستادیم ولی اهل قریه آنها را تکذیب کردند. آنها را به وسیله سیومین پیامبر تقویت بخشیدیم. ایشان گفتند ما به سوی شما به حیث پیامبر فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. مردم گفتند شما نیستید مگر بشری مثل ما و خداوند رحمان چیزی به وسیله شما نازل نکرده است، شما محض دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
این پیامبران گفتند پروردگار ما میداند بیگمان ما به سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ المبين ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. اهل آن قریه گفتند ما قدم شما را به فال بد گرفتیم و اگر خودداری نکنید یقینا شما را سنگسار میکنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی به شما عاید می شود. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند فال بد شما با خود شماست. آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر، بلکه شما قومی تجاوزکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیامبران را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. کسی را پیروی کنید که از شما مزدی برای خود نمی خواهد و ایشان خود رهیابند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده می شوید. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بگیرم؟ موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند. إني إذا لفي ضلال مبين. و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. إني آمنت بربكم فاسمعون. بیگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم، لذا از من بشنوید. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد از شهادتش به او گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرو نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از ایشان نسل‌های بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی گردند؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است. آن را زنده گردانیدیم و از آن غله بیرون آوردیم که از آن میخورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. و در آن باغ‌های را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه‌ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند. این میوه و غله را دستشان نساخته است. پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آنکه همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمیدانند همه را جفت آفرید. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. و شب بر ایشان نشانه است، از آن روز را می کشیم، پس ناگهان اینان در تاریکی فرو می روند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و خورشید بر قرارگاه خود می رود، یعنی مدار خود را طی می کند. این از تقدیر خداوند صاحب قدرت منی و دانا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزل‌های را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد، یعنی دوباره به شکل ماه نو درآید. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب بر روز سبقت جوینده است، هر یک در مدار خود شنا می ورزد. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. و برای ایشان این نشانه است که ما ذریه یعنی نسل ایشان را در کشتی‌های انباشته شده برداشتیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و برایشان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند آفریدیم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم، پس در این حال نه برایشان فریادرسی است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شوند. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر آنکه به رحمت خیش ایشان را نجات دهیم و برای اینکه تا دوره محدود بهره‌مندی حاصل کنند. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. و چون به ایشان گفته شود به آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید، یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و به شما مرحمت شود. به این سخن اعتنایی نمی کنند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آنکه از آن روگردانند.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید، کافران به مسلمانان میگویند آیا به کسی طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کافران میگویند اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انتظار نمی کشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگویند ای وای بر ما، چی کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ آری این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز هیبتناکی صورت میگیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه می کردید جزا داده نمی شوید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بیگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. برای ایشان در آنجا میوه لذیذ و همه چیزهای خاطرخواه میسر است. سلام قولا من رب رحیم. به ایشان از طرف پروردگار مرحمتکار سلام گفته می شود. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای مجرمان شما امروز جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. و مرا بپرستید که این است راه راست. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا نمی دانستید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این است همان دوزخی که وعده داده می شدید.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز در آن درآیید به سبب آنکه کافر بودید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهنشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم، گیریم که برای پیمودن راه راست پیش دستی کردند. از کجا راه را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ایشان را جا به جا مسخ می کنیم، در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشته می توانند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. و هر کی را عمر دراز می دهیم او را در خلقت او به ناتوانی اولیش باز می گردانیم. آیا نمی فهمند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما به او یعنی پیامبر شعر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست. این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شود. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا نمی بینند که ما برایشان از جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته است چارپایانی آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. این چارپایان را رامشان ساختیم که برخی از آنها وسیله سواریشان است و از برخی از آنها می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. و در آنها برایشان منفعتها و نوشیدنی‌هایی است، پس آیا شکر نمی کنند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و جز خدا معبودان دیگری گرفتند به این امید که یاری شوند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واقعیت این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بت پرستان بر ایشان لشکری است برای افتادن به دوزخ آماده شده. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نسازد. بیگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خصومت کننده آشکار است. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و برای ما مثلی زد و منشأ آفرینش خود را فراموش کرده گفت چی کسی می تواند استخوان‌ها را در حالی که پوسیده است زنده سازد؟ قل
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست. ذاتی که برای شما از درخت سبز آتشی آفرید و شما از آن آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا آن که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند؟ آری، او تواناست و اوست آفریننده دانا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بیگمان فرمان وی این است که چون چیزی را اراده کند برایش میگوید شو و آن چیز فوراً می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس پاک است ذاتی که مالکیت و فرمان روایی همه چیزها به ید اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید.